تندرستی تاجیکستان شام 15 سپتامبر خبر داد که در یک شبانه روز گذشته در جمهوری یگان حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس ثبت نشده. در عین زمان در این مدت آخرین 4 بیمار گرفتار این ویروس شفا یافتند و به این ترتیب در تاجیکستان یگان نفر گرفتار کرونا ویروس باقی نمانده است. این علاقه 3 روز است که وزارت تندرستی ادعا دارد که در تاجیکستان یگان حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس آشکار نشده است. وزارت امین طور از 16 آگوست به این طرف ادعا میکند که در تاجیکستان یگان حالت مرگ شهروندان از کرونا ویروس ثبت نشده است. بنا به آمار رسمی وزارت تندرستی در عموم از آغاز به قیدگیری پاندمی تا شام 15 سپتامبر در تاجیکستان 17084 نفر گرفتار کرونا ویروس شده. از این شماره 16960 نفر شفا یافت و 124 نفر متاسفانه وفات دیدند. منتقدان بر اینند که آمار رسمی وزارت تندرستی مقیاس واقعی پنجشنبه کرونا ویروس را در تاجیکستان بازگویی نمی‌کند و هفته‌های آخر این نهاد دیگر باره سیاست خطای پنهان کردن واقعیت‌ها و چنین وانمود کردن را که گویا پاندمی در تاجیکستان به نیستی رسانیده شد پیش گرفته است. در نیمه اول سال این سیاست خطا باعث موج عظیم پاندمی در تاجیکستان و هلاکت ده‌ها نفر از این بیماری شده بود.